سرمایه عمرم دل آگاه من است، آگه دلیم جلال و همجاه من است. دنبال روی ره من آسان نیست، راهی که برد به آسمان راه من است. جهان پر گشته است از پند انسان، که باید زیستن انسان و آنسان. به یک حرفت کنم آن را خلاصه، چنان زی کآدمان خوانندت انسان. دوستان عزیز، این برنامه‌ای که حالا آغاز می شود خط زندگی نام دارد و با دوستان بسیار هم عزیز و محترم من در تلویزیون سفینه برگزار شده است. بنده از روی بعضی حجت‌ها 1 اکتبر سال 1946، از روی بعضی حجت‌های دیگر 10 اکتبر سال 1946 در دهه بسیار هم آوازدار ناحیه باباجان غفورов دهه رومان به دنیا آمده ام. برای آنکه معین شود 1 اکتبر یا که 10 اکتبر، براستی خودی من هم نمیدانم. من تا 70 سالگی هم 10 اکتبر در همه جا می نوشتم. بعد یک روز خانمم گفت که من شهادتنامه تولد شما را پیدا کردم، در آنجا 1 اکتبر نوشته شده است و از بس که آی حرف کلان که به یک نزدیک نوشته‌اند، اون کسی که به شما پاسپورت داده است نگاه کرده است، گمان کرده است که وای 10 اکتبر و 10 اکتبر نوشته است. بعد من گفتم که خب ما 70 سال که 10 اکتبر گفته بودیم، اکنون ماندیم 10 اکتبر می شود و همین خیلی یک به قول گپا اشتباه است در سنه تولد. خب بعدن که قصه مکتب روی منم بسیار عجیب است. من حتی 6 ساله نشده به مکتب رفتم، 5 ساله و چند ماهه، چون که همسایه ما، همسایه دیوار در میانمان چند دختر داشتند و من همین دخترها که بازی میکردم، چون که همسایه نزدیکترین من بودند. و وقتی که این دخترها مکتب سر شد به مکتب رفتند، من تنها موندم. با بیبی هم گریه کردم، ناله کردم، تولا کردم که من همراه اینها مکتب برید. و واقعا هم بیبی هم مکتب ما نزدیک بود. اون وقت از صنف 1 تا 4 مکتب ابتدایی بود پیش خانمان. بیبی هم برده معلم خواهش کردن که همین نویری من قبول کنید که این همراه این دخترچه ها دایم بازی میکرد، اکنون خانمشتن نمیخواهد. بعد معلم هم خیلی از بس که بیبی هم کلان سال و محترم بودن، گپی بیبی هم را نگردانده قبول کردن. همین طریق من صنف 10 خب 10 زود تمام کردم. وقتی که دانشجو شدم ولی 16 ساله نبودم، یعنی 15 و چند ماهه بودم. خب دانشجو شدیم و در دانشگاه در کورسمان از همه جوانتر بودم البته، چون که برای وقت مکتب رفتگی. همین گونه خب دانشگاه خواندیم، تمام کردیم و در سالهای دانشجویی هم الکی به قول گپا شعر می نوشتم و کوشش می کردیم که شعر نویسیم. شعر البته من در صنف‌های یا که 6 7 سرکردگی نوشته نشه، اگر همون شعر باشد. و ما 2 نفر بودیم، نور محمد نیازی از من 1 صنف پایین‌تر می‌خواندند و من. ما در اساس شعر به همدیگر آشنا شدیم. هرچند یک وقتی که من مکتب میرفتم، راه من از پیش خانه نیازی میگذشت. کس بچه بوز بله تنومند همی خیلی بودن. یک وقت برنامه که گپ شده، یک جنگ هم کرده بودیم، ولسیپیدی من یک لگدم زده بودم. لیکن به هر حال بعد از وی آشنا شدیم، چون که شعر که می نویستن از یک مکتب 2 نفر شعر نویس بودیم، به هم دیگر آشنا شدیم و خب در دوام 3-4 سالی که در اون مکتب می خواندیم، اون کس 1 صنف پایانتر، همیشه به هم دیگر مصلحت می کردیم و معلم می گفتیم که به ما وزن یاد دهد، وزن شعر یاد دهد. حس می کردیم که البته شعر یک وزنی دارد و از نثر فرق میکند، اما برای آموختن کتاب نبود. حاضر کتاب همه جا است. اون وقت ما کتاب پیدا نمیکردیم، نبود و هیچ کسی هم نبود در اطرافمان که به ما فهماند که وزن عروض چیست.
و ما از همون آهنگ شعر خوب با همین سامعه‌ای که کس دارد حس می‌کردیم که اینجا باید جای کوتاه باشد، اینجا دراز باشد و همین گونه با یک عذاب یاد می‌گرفتیم هر دومان. و شعر اولین من همون سالها نوشته بودم، اما نیازی بسیار فعال بودن و در بچگیشان شعرهایی میگفتن که هیچ یکی از هم نسلا با اون کس برابر نمیشد. همین خیلی تعلیمات پیدا شده بود که شعر باید کانکریت باشد، یعنی کانکریت معنای کانکریت درست نمیفهمیدیم، اما درکمان همین خیلی بود که یک اشیای داشته باشد، یک صحبتی داشته باشد که در اطراف یک چیزی معین باشد، یک گپی یعنی که تازه داشته باشد. و من یک شعر نوشته بودم بخشیده به 40 سالگی تشکیلات پیانیری. وقت پیانیر بودیم ما، دیدید تا اون وقت چقدر شعوری سیاسی ما بلند بود که در بچگی ما شعر به پیانیر نوشته بودم که فرهاد آمد بگهی چون تیر بر نزد پدر، بر گردن خود بسته بود او گلستوکی شغلور. همین خیلی یک گپی به قول گپا ساده لوحانه بچگانه. و در سالهای دانشجویی البته مشغولیتمان جدیتر شد، آموختیم و خب شعر می نوشتیم، ترجمه می کردیم، مقاله می نوشتیم، خب به همین کارها مشغول بودیم. وقتی که تمام کردم دانشگاه به من خط دادن که یعنی کمیته رادیو تلویزیون اسکر حکیم به کار دعوت میکند به شعبه جوانی کمیته رادیو و سرمحریر این شعبه بسیاری ها کلان سالترها میدانند تاج‌نیسا غفورова بودند، خواهری باباجان غفورov، زنی بسیار مهربان حلیم بودند و من تقریبا 4-5 ماه در اینجا کار کردم. بعدا دعوت حربی آمد و به خدمت حربی رفتیم و در خوب جمهوری آن وقته بلاروسیا در شهر سلانیم در قوه های حربی تانک خدمت کردیم که یکی از قسم های بسیار هم خدمتش وزنین ارمی حساب می شود، چون که اون وقت سربازا که خدمت میکردن هر ماه 3 روبل معاش میگرفتن، تانکیستا 5 روبل میگرفتن. بنابر همین خدمتشان نسبت به دیگرها وزنین‌تر بود و بیشتر قدر هم میشد. همین طریق خدمت تمام کرده آمدیم، برگشتیم باز به جای اولی کارمان. یک روز در همین کوچه دوشنبه که میرفتم با استاد شریف جان حسین زاده روبرو آمدم. از بس که بنده شاگرد استاد بودم و استاد به من موضوع تغزلات منوچهری کار دیپلمی داده بودند و من در همین موضوع کار دیپلمی نوشته بودم و من دوستم می داشتن. بعد در کوچه دیدند و اون وقت مخبر رادیو تلویزیون یک رپرتور می گفتن یک صندوقچه برین یک چیزی کلانی داشتن در کیسه‌شان می آوردن و حاضر به یک تلفن آدم‌ها ثبت میکنید. اونا در کتفشان می آوردن و بلندگویی که میکروفون با خب اونهایی که صحبت میکنن می داشتن که صحبت کنند. بعد شوخی آمیز گفتن که حالی هم رپرتور برداشته گشته. من 1-2-3 ماه بعد از حربی کار میکردم و بعد گفتم خب معلم چیکار کنم؟ گفتن که بیا کافدری منبع اسپرانتو رو داخل شو. گفتم خوب معلم. بعد رفتم پرسیدم کاری کرده دانشگاه که همون سال به خب شعبه ادبیات کلاسیکی جا نبود است در شعبه ادبیات سویتی هم کسی دیگر را میگرفتن. کاری کرده در تاجیکستان من جای اسپرانتو رو پیدا نکردم و یک جای بود در مسکو در دانشگاه به نام لمناسوف. بعد آمدم پیش استاد حسین زاده گفتم استاد همین خیل یک جای مسکو هست، دانشگاه دولتی مسکو به نام لمناسوف. استاد گپی عجیبی زدن که من امید ندارم، خیال نمی کنم که هر کس این گپ گوید. گفتن که اسکر
ما هر چی که میدانستیم در این 5 سال به تو گفتیم و آموختیم. دیگر از ما یگان حرف تازه یاد نمیگیری. رو مسکو گفتن. بنده هیچ گونه تیاری برای اسپیرانتورا نداشتم. خستم این همون شب و روز وی آمد. زویا گریگورنا اسمانووا یک پلینوم اتفاق نویسنده ها بود. خانم آمدن به همین پلینوم اشتراک کنند. دانشمندی مشهور و متخصص ادبیات فارس از جمله به ادبیات تاجیکم. بعد من پیش استاد قناعت آمدم، گفتم که مصلحت شده ایستاده است که حسین زاده به من مصلحت دادن که به مسکو خواندن روم. گفتم من درباره شما کار نویسنی هستم قناعت. گفتم که خوب من توی من عثمان وقتی شناس میکنم حاضر من این وقتی گپ زن اسپیرانت این کس میشوی. شناس کردن با عثمان و زویا گریگورنا. زویا گریگورنا گفتن که نباشد درباره قناعت رفرات نویسید، من بفرستید، رفرات تام معقول شد، من شما قبول میکنم بیایید اسپیرانت میشوید. رفرات نوشتم، به روسی فرستادم، خانم خواندن، معقولشان شد، دعوت کردن. خوب رفتم به MGU 3 امتحان داخل شوی سپاردم، اسپیرانت شدم و در کافدره ادبیات معاصر خلقای شوروی. در اونجا به من گفتن که ما در خود کافدرمون دانشمندای ادبیات فارسی و تاجیکی داریم، بنابر همین از بیرون رهبر نمیگیریم، از بین دانشمندای خودمان رهبر پیدا کنید. و در اونجا یک دانشمند بسیار هم محترم بودند، خب عزیز شریف، ملتشان آذری، زبان فارسی خوب میدانستند. با ایشان صحبت کردم، ایشان گفتند که من شما را قبول میکنم همشون اسپیرانت. همین طریق بنده مسئله های اصلا گریدگر نوآوری های شاعرانه و وارثیت تاریخی به همین نام یک دیسرتاسیون نوشتم، در همونجا حمایت کردم و خب آمدم به وقتی حمایم حالت عجیبی شد که این باید بگویم. سال دوم اسپیرانتورم بعد سال 70 بود است، یعنی 69 70 یا که 71. من یکمین مقاله مفصل خود را نوشتم درباره کتاب استاد لایق نوش باد و این تقریض بود، اما تقریبا 20 صفحه بود. نوشباد شاعر نام داشت و این تقریض در مجله صدای شرق چاپ شد. من خودم در مسکو بودم. بعد از استاد محمد جان شکوری مکتوب گرفتم که ایشان می نویستن که من شما را نمیشناختم، من مقاله شما را از مجله صدای شرق خواندم و آمدم به اداره و خب از گلنظر پرسیده بودن که گلنظر اون وقت مسئول شعبه تنقید بود است که این آدم کیست؟ گلنظر گفته است که دوست من در مسکو در اسپیرانتورا میخواند. گفتن که ادرسش من بدید. ادرسی من گرفتم با خط نوشتند که خب من کی بودنی شما را همیشه فهمیدم و اگر شما بعد از اسپیرانتورا به یگان جا بند نباشید، اگر من شما را به شعبه ادبیات معاصر به کار دعوت میکنم و این مکتوبی مرا شما دعوت رسمی قبول کنید، زیرا من این را با دیرکتور انستیتوت عبدالقادر معنیازوف هم مصلحت کردم، ایشان هم راضی هستند. یعنی من حالا در کورس دوم اسپیرانتورا علاقه دعوت به جای کار گرفتم که اون وقت بسیار شرفی بزرگی بود. بعد از تمام کردن من آمدم به کار به این انستیتوت. چند ماه کار کرده بودم که مرا خب اول جای کاری پیشینم رادیو دعوت کردن، بعد از یک ماهش استاد ترسونزاده دعوت کردند که ما توی خب به مجله صدای شرق به کار دعوت کردنی هستیم به صفت جانشین سرمحرر. من بسیار جوان بودم، در اونجا بسیار نویسنده و شاعرانی بسیار هم زبردست کار میکردن، از جمله خب سرمحررمان عبید رجب، مدیر شعبه شعر استاد لایق شیرعلی، مدیر شعبه نثر شمسی صابر، خب تنقید گلنظر، خب یوسف جان اکابروف کاتبی مسئول، معلم ستارزاده علاقه از صدای شرق رفته بودید شما این وقت علاقه هم ایشان پیشتر در اونجا در شعبه مدیری تنقید بودن. همین گونه چهره های بسیار درخشان کار میکردن. بازار صابر، ستار ترسون،
مدیر شعبه آچارک پوبلیسیستیکا بود. خب بنده را در اونجا جانشین سرمحرر تعیین کردن. من تقریبا 2 سال کار کردم. سال 74 من اتفاق نویسنده آمدم. 4 سال در اتفاق نویسنده ها بعدا من از ژورنال به ویم گذراندم. من اتفاق نویسنده ها مشاور نقد و نثر، بعدا با گشته دی مجله آمدم کاری کرده تا 4 سال در همین 2 اداره کار کردم. سال 1978 بعد از اون که استاد رسنزاده سال 77 درگذشتند و استاد قناعت کاتب یکم شدند، بنده یکی از کاتبای ریاست اتفاق نویسنده ها انتخاب شدم به جای استاد فاتح نیازی. استاد نیازی به تفقه رفتند و ما 3 نفر کاتب بودیم. استاد قناعت کاتب یکم، استاد فضل‌الدین محمدی عاید به مسئله های ایجادی و بنده عاید به مسئله های ایجادی و تشکیلی. همین طریق خوب این راه مختصری زندگی من است. بعد از آن سال 1980 بنده را سردبیر هفته‌واره ادبیات و صنعت انتخاب کردند. هم انتخاب و هم تعیین. 10 سال سرمحرری کردم. سال 1991 در انجمن اتفاق نویسندگان در اساس همچنانی که میگویند الترناتیوی، چون که دعواگران 6 نفر بودیم، ما 6 نفر بودیم، رئیس اتفاق نویسندگان انتخاب شدم سال 91. سال 97 در انجمن دویم باره مجددا باز رئیس اتفاق نویسندگان انتخاب شدم تا سال 2003. بعد از آن سال 2000 بنده وقتی که رئیس اتفاق نویسندگان بودم، وقتی که در جمهوری پارلمنت 2 پلاتت تأسیس شد، یعنی پلات مجلس نمایندگان و مجلس ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حق دارند، قوت دارند که 6 نفر را خودشان عضو مجلس ملی تعیین کنند. دیگرها انتخاب می شوند در انتخابات، اما پرزیدنت 6 نفر خودشان تعیین میکنند و محترم پرزیدنت 1 نفر را، یعنی که عسکر حکیم را از جمله همون 6 نفر از روی قوات خودشان عضو مجلس ملی تعیین کردند و آمده در جلسه یکجایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان اشتراک کردند و بنده را در جلسه مجلس ملی مجلس عالی معاون رئیس مجلس ملی تاجیکستان انتخاب کردند که این واقعا هم خب نه تنها برای من، البته برای ادبیات شرف بسیار بزرگ بود. اینا بر همین این از آن شهادت میدهد که از روزهای اول، نه البته سال 2000 جناب پرزیدنت علاقه چند ساله تجربه رهبری دولت تاجیکستان داشتند و این گواهی آن، دلیل آن بود که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به اهل ادب، به ادبیات و علم نهایت توجه عمیق و با احترام دارند. بنابر همین خب بنده همیشه سپاسگزار هستم و باز یک بار دیگر امروز خب سپاسگزاری خود را از این خب سیاست بسیار هم فرهنگ پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان اظهار میکنم. خب دوستان عزیز، این مختصری خب صحبت های من است و حالا بیایید اکنون خب هر کسی که در اینجا دوستان ما نشستند، دوستان من نشستند، هر چی گفتنی داشته باشند. اینجا البته صحبت آزاد است. من میخواهم خب چیزهایی که شما میگویید یاد بگیرم به خودم، یعنی که در خاطره هم حفظ کنم، خواه درباره نوشته های من باشد، خواه درباره جریان ادبیات باشد، خواه درباره
خب اثرهای علاهیده شاعر و نویسندگان ما باشد. یعنی این صحبت دو جانبه است، هرگز معنی آن ندارد که من در اینجا می نشینم و حرف تنها میزنم و خب دیگرها خب بله میگویند، این خیلی نه. بنابر همین من بسیار خواهش میکنم هر کسی در دلشان سخنی گفتنی داشته باشند، همچنین گفتم درباره خب جریان ادبیاتمان، وضع ادبیاتمان، خب شعرمان، زبانمان، خواهش میکنم. ثبت نام خویشتن در سنگ خارا شهر نیست، زنده آن نامی که در دلهای مردم جا گرفت. دکتر علمای فیلولوژی استاد عسکر حکیم از همان نفرانی هست که با آثار خود در دل خوانندگانش را گرفته است. میخواستم یک شعر استاد را از آثارش مورد توجه شما قرار دهم. من و این آسمان تازه رو هم رنگ و همسانه، گهی ابری و گه به ابر، نیلی و درخشانیم، که از مهری تو خندانیم، که از هجری تو گریانیم. من و این رودی کوهی که بهاران میدم سرشار، زمستان می شود اما کماب و خورد چون جوبار. ز مهری تو دمی از خویش، ز هجری تو کمیم از خویش. من و این کوه ساران با تو سبز و کانی گنج استیم، و به تو سنگی سردیم و تهی قلب و تهی دستیم. عجب زار و نزار استیم، گران سنگی مزار استیم. من و این مرغکان که از نغمه های تازه سرشاریم، ز شب تا صبح از شفقت نوا داریم و بیداریم. دمی بی تو نمی خوابیم، نوای را نمی دانیم. من و این سبزه ها سبزیم در زیر قدم هایت، که سبز و تازه رو باشد به مثل تو قدم جایت. اگر آی جوان استیم، اگر نای خزان استیم. تو بر گردون رود و سبزه و مرغان نظر داری، تو از آن راز پنهانی که می جویم خبر داری. من از این سیر خبر دارم و از گفتن خطر دارم، که با صد جان ز جانم دوستر دارم. سلامت باشه. استاد و برادر گرامی عسکر حکیم، واقعا صحبت بسیار جالب و عبرت آموز و آموزنده هم کردید که کارنامه زندگی شما، خط زندگیتان واقعا خیلی پربار هست. من بارها از زبان خود استاد عسکر حکیم و دوستانشان از بیان اهل ادب که با ایشان بسیار رابطه های نزدیک داشتند، یک گفته بسیار مشهور رو بارها شنیدم. این همین خیلی گفتند که من در میان منقدان بهترین شاعر و در حلقه شاعران بهترین منقدم. البته اینجا بیشتر فروتنی و اظهار شکست نفسی از جانب استاد عسکر هست. استاد من مثل این که خودم تعریف کردن خواستم در هر دو حالت بهترین. فروتنی کم از اونجا. به نظر من اینجا بیشتر فروتنی و شکست نفسی هست، ولی وقتی که برای میسر گردید که کلیات آثارشان را، مجموع آثارشان را در 7 جلد
ورق زنم. از جمله در مقدمش خود استاد عسکر دوام همین گفتهشان را اما به شکل دیگر و بسیار مناسب گفتند. اونجا گفتند که تا حال خدمتگار دو خواجه هم، نمیدانم که در جاده ادبیات از شعر بیشتر شکرگزار باشم یا از نقد. در سرسخن همون کتاب گفتند. من با کمال مسئولیت اینجا در حضور استادان و هم شاگردان و هم بینندگان محترم تلویزیون عرض می کنم که استاد عسکر حکیم هم در شعر و هم در نقد موفقند. بعد از سخن استاد عبدالنبی ستارزاده یک لحظه به یادم آمد. آخر سالهای 80 اتفاق نویسندگان در تبعید افغانستان در پاکستان در پشاور یک کنفرانس بین المللی دایر کرد و به این کنفرانس از تاجیکستان 2 نفر دعوت کرد، من ایوب بعد منیره شهیدیه، و من در اونجا باید معروضه میکردیم درباره اوضاع سیاسی اجتماعی جمهوری‌های سابق شوروی. نو شوروی برهم خورد و اکنون جمهوری‌ها علاویده شدند و موضوع کنفرانس همین بود. و وقتی که به من سخن دادند باید 15 دقیقه صحبت میکردیم. من صحبت کردم و بعد درباره وضع تاجیکستان صحبت کردم و بعد همین شعری برگ پیوند در آخرش خواندم. نهال سبز ارمان ها تو هر صبح شرابی ناب شبنم را به جام برگ های سبز می نوشی. همین خیلی می رود شعر و یک استقبال تماما غیر چشم داشته به وجود آمد. همین یکون 400 نفر همه وای بودن، دانشمندای زبان ادبیات فارسی جمع شده بودند در اونجا از کشورهای گوناگون. قرص میزدن که شعر گویا که بسیار خوششان آمد. من و شعر همچون شعر عاشقانه گمان میکردم، نوشته بودم. اونها همچون شعر عاشقانه که به هم رسیدن خلقهای هم نژاد تاجیکستان و افغانستان و ایران و کشورهای دیگری که فارسی زبان ها زندگی میکند قبول کردن و واقعا هم از اون این خیلی معنی برآورده میشود. و وقتی که من تمام کردم سخنم، رئیس مجلس گفت که خانم بود، گفت من ایشان را نگه نداشتم، احترام کردم، اما ایشان به جای 15 دقیقه 20 نیم ساعت صحبت کردن. بنابر همین از دیگرها خواهش میکنیم که 15 دقیقه صحبت کنید، رگلامنت رعایت کنید. گفتم این یک. دوم، بعد از نشسته ها به رئیس کاغذ رفته است که همین شعر به ما تکثیر کرده، یعنی نسخه کرده به همون دید. بعد اون کس خواندن، گفتن که نشسته ها همین خیلی خواهش دارند شنید شما نسخه شعرتان دید، من این تیم ماشین تکثیر کرده بیارد. من گفتم خانم جان من از حافظم خواندم، نسخه ندارم. گفتن که شنید و نویسید. من گفتم من شنیدم و نویسم به فارسی، بعد غیر از خودم چه کس خوانده نمیتواند. بعد یک افغان گفتن که در پهلوی استاد شنو این کس دیکته کنن نویس. مجلس رفته ایساس، من گوش وی با استادش دیکته کردم و آدم نویست، برای تکثیر کرده آوردن یک پچکه 250 صفحه یک پچکه. نرسید همه به نرسید. اونایی که نرسیده بود اعتراض کردن که ما با نرسید. یک وقت از امریکا خط میگیرم، یک کس می نویسد خلیل الله هاشمیان نام داشته است، سردبیر مجله آینه افغانستان در امریکا. می نویسد که من همین صحبت شما رو، شعر شما رو در مجله اپلواکی خواندم و شما رو به امریکا دعوت میکنم و مهمان من شوید. همین خیلی من سفر یکم به امریکا به همین با قول گپو به شرافت همون یک مصرعی که استاد حاضر اینجا خواندن به وقوع آمده بود. خب تشکر استاد، سلامت باشید. استاد عزیز، به اندیشه شما شعر جوانان امروز همچون نوقلمان آینده پایدار شعر تاجیکی را تا کدام اندازه نگاه داشته میتواند؟ خب تشکر. من همیشه به شعر جوانان
نیت نگاه خیرخواهانه داشتم و میگویم که واقعا هم جوانهایی که امروز ایجاد میکنند خیلی در سطح بلند مینویسند. ببینید من حالا حکایه کردم که ما در جوانیمون کتاب نمیافتیم که وزن روز آموزیم. من مثلا خودم در همون کتابخانم یا که هم دهی که زندگی میکردم بغیر از یک کتاب حافظ که میرزازاده چاپ کرده بودن مقاوی کبود داشت، دیگر خیلی کتاب نداشتم، چون که تحقیق تشویق کتاب بسیاری کلاسیکامون هم چاپ نبود. بنابر همین حاضر جوانای ما همه چیز دارند، هم کتاب علمی دارند، هم همه دیوان ها عالم ارتباط دارند با ایران، با افغانستان. بنابر همین شعر آنها نسبت به شعر نسل ما و پیشینه ما حتی خیلی در درجه بلند هستند. اینا باید انصافاً گفت، هم از نظر زبان، هم از نظر تصویر و هم از نظر فراگیری احساس و اندیشه. هرچند شعر ما در شعر نسلی کلانسال ما نمونه های بهترین دارد، اما به هر حال وضع عمومی امروز خوب است. استاد رو بیش از 40 سال از میشناسم و احترام و اعتقادی سخت دارم. همکاری کرده در ادبیات سند در شعبه اتفاق نویسندگان ولایت ختلان که باریون شعبه در برابر بار رئیسی کمیته به گردن من بود و در همین جا شاید در همین جا نوشتن یاد گرفتیم که در ادبیات سند کار میکردیم. دوره راهبری این کسا بسیار ننگ ناموسی بلند پیدا بود، هر مقاله را چاپ نمیکردن. و من در بعد همین سالها و همنشینی ها و در جلسه ها بودن و خلاصه اومدم که استاد عسکر حکیم خط زندگیش با یک درخت بزرگی سه شاخه مانند است. در این هم عسکر حکیم سرباز، دانشمند، عالم، شاعر و شاعر عالم که این از شعرهایشان برمیاد، از مقاله ها تقریض ها برمیاد و شاعریش از شعر و بها دادن به شعر دیگر، از مقاله هایش، از انتخاب بیت های دیگران که در کجا شعری بلند است، شیرین گفته شده است و در کجا خطاگی وزن است، همینا در ملاحظه و در آفریده هایش نمایان میگردند، زیرا که در هر دو بخش موافقند. یا میگوید که ای گل تو مرا دوست داری چی شود، ای گل تو مرا دوست بداری چی شود، احوال دلم به یاد آری چی شود، با عشق تو هم در آسمان هفتم، با عشق تو هم در آسمان هفتم بر خاک سیاه هم نفراری چی شود. چهارمغز، اولین خواندگی من از مقاله های چهارمغز درباره ایجادیات استاد شکوهی بوده، چگونه شیرین آفریده است. از همونجا من بسیار بیت‌ها را از یاد کردم، از انتخاب این کس و از همونجا اعتقاد من بسر شد. وقتی که ملاحظه ها درباره ایجادیات شادروان حبیب الله فیض الله خواندم، بسیار پسندم آمد. در اون مقاله نه تنها شاعری و عالمی، انسانی شاعر، صداقت شاعر، سپاسگزاری شاعر به هم قلم و پاس داشتن نان و نمک همه پیش روی میاد که اون مقاله نه تنها ایجادیات حبیب الله فیض الله را معرفی میکند، بلکه خودی مؤلف رو با مردم آشنا میکند، چگونه خط زندگی دارد، چی میخواهد، برای چی به دنیا آمده است. دیگر خصلت استاد عسکر حکیم خاکساری و صمیمیت بلندش است. غزل قصیده وطن. غزل عشق به نام تو بخوانم وطنی من، که تو شیرین تری از شیره جانم وطنی من.
همه اعضای من از خاک تو روییده و سبز است، نیز هر نخل تو پیوند زده با بدن من. ریشه در آب حیات است، گر از ما شجری هست، سبز از چشمه خضر است چمانی چمنی من. چون زهر کو رسد آوای کشاورزی زردوشت، سر زند سبزه سرواده زیشت کهنی من. من از آن شوکت دیرینه چه گویم که توی تو مشهد و بلخ و بخارا و ختن هم یمنی من. چون به ختلان و بدخشان و به سغدت نبینازم که به هم جمع جمیلند به هر انجمنی من. در خراسان که ز هر بند کشاید گره آسان، می فتد دهر به زانو به پی علم و فنی من. از جم و کاوه فریدون و سیاوخشت و کوروش می رسد شعله تابان کیان تا زمنی من. هرگه از باربد نغمه زن آرم سخن چند، می شوند این همه مرغان چمن چنگ زنی من. زهره در بام فلک اختر و مه را دهد انگیز، دیده پاکوبی سرمست و شکن در شکنی من. رودکی پرده آمویه نوازد به بخارا، موج در موج رود تا به سما کف زدنی من. قصه رستم و سهراب بخوانیم به تکرار، شاید این بار شناسد پسرش تهمتنی من. هیچ مخلوق خدا را که به ره چاه نکندم، کاش اندر چه خود هم نفتد چاه کنی من. تو اگر مرد نبردی بره شأن و شجاعت، تن خود تو به زور آوری تن به تنی من. گاه بوده وطنم خطه بیت الحزن تو، شکر ایزد که شدی خرم و بیت الحسنی من. بس که آراسته جمله جهان را به هنر تو، حاجتت نیست دیگر بر سخنی بی سننی من. به ثنای تو ولی شعر و چکامک کنم آغاز، فوج استاره بریزد همه شب از دهنی من. جلوه پرچم تو برگ امید پدران است، تنگ آید ز فرح بر تن من پیرهنی من. زنده باشی که سخن گویم اگر از دل تاجیک، بیشمر شکر وطن میرسد از هر سخنی من. استاد عزیز، سوال من چنین است که شما سال 1967 به خدمت حربی رفتید که خدمت حربی یک ساله و شما چه چیزها داد و کدام خاطرها از آن روزها دارید؟ وقتی که ما سال 1967 دانشگاه تمام کردیم، اون وقت خدمت حربی برای اونهایی که دانشگاه تمام کردن 1 سال بود و بنده همچنانی که گفتم
در بلاروس در قسم تانک خدمت کردم و ببینید من بسیار میخواهم که همه جوانها همین دوران خدمت اثر گذرانند، زیرا واقعا هم انسان را به یک قالب می درارد و می آموزد که فرمان بالایی را اجرا کنی، محاکمه نمی کنی، چیزی که کماندیرت گفت، سرفرماندهت گفت، فرماندهت گفت اجرا میکنی. این البته میدونید برای انسان مهم است، زیرا در آینده در کار می شود، ضرور می شود در زندگی. فقط به کسی دیگر فرمان دادن نه، بلکه فرمان اجرا کردن را هم باید آموخت. و این از نظر خوب معنویت، از نظر اخلاق کسی یاد میگیرد و البته از نظر جسمانی نیز خیلی اهمیت دارد، زیرا در همون یک سال هم هر روز البته مشق حربی میکنید، آدم از جهت جسمانی هم به قوت میشود و از همه مهم البته در جوان عموما در همه احساس وطن پروری، وطن دوستی بالا میگیرد و وقتی که شما دستتون سلاح است یا که در تانک نشستید یا که در یک مثلا ماشین حربی دیگر نشستید، شما خودتان نهایت پرقوت حس میکنید و حس میکنید این قوت شما برای محافظت پدر شما، مادر شما، برای دادر شما، خواهر شما و وطن شما ضرور است. بنابر همین من خیلی خوب امید میکنم و آرزو دارم که همه جوانهای تاجیکستان به خدمت حربی همین گونه مناسبت داشته باشند. سالهای 80 وقتی که در کاخ وحدت یک محفل بسیار خوب با اشتراک استاد اصغر حکیم شده بودند و خیلی فکر میکنم شیر و شکر بود، سراینده بودند. در اینجا در این کاخ پر از دانشمندان، عالمان و شاگردان زیادی مثل ما بودند. جای پامانی نبود، جای سوزن افتیده نبود و در بین سوال ها میشدند. من هم به عنوان یک نفر دوستدار شعر استاد اصغر حکیم 20 سوال داده بودم. این سوال ها فکر میکنم که در خزینه استاد اصغر حکیم اگر گم نشده باشند من بسیار خرسند میشدم و به اون سوال ها اون وقت سوال ها البته سوال های دانشجویانه من بودند، ولی فکر میکنم که از عشق محبت و از احساسات نسبت به شعر استاد داشتم درک میدادند و استاد با چند جمله بسیار پرمحتوا اونها را جمع‌بست کرده بودند، چون که میگفتند که چند سوال شما اهمیت یک خیله دارد، از چند زاویه این را فکر کردن ممکن است. اون جواب‌های شما امروز تا امروز هم در سر من چرخ میزنند و شعر شما را امروز من تا امروز خوانده ایستادم. شعر استاد اصغر حکیم شعری است که در دل می نشیند و به گفت شاعر شعر آن باشد که جوشد در دل آید به لب، باز در دل ها نشیند هر کجا گوش شنفت. همین شعر استاد اصغر حکیم همین خیل خصوصیت دارد. تشکر. از همین محفلی که حاضر محترم سخیداد رحمت الله زاده یاد آوردن که در کاخ وحدت بود و گفتن که سیر آدم بود و تالار 1200 نفر گنجایش دارد. واقعا هم سیر آدم بود و از همه چیز دو چیز به خاطر من مانده است از همون محفل. یکی واقعا سوال همین کس که یک دفتر خوانندگی بینش کنده گرفتگی و 2 صفحه سوال 20 بود. این برای دانشجویان میگویم که این بسیار چیز مهم، یعنی که سوال دادن، یک چیز پرسیدن از یک کس، این از جویایی از عمل، از کار مغز خوب صورت میگیرد، یعنی فعال است مغز، میخواهد هر چیز داند. این بسیار چیز عجیب. دویمش حالت عجیبی شده بود. من در صحنه شعر میخواندم، خب در قطار همین سوال ها یک کاغذچی دیگر هم آمد. در کاغذچه نوشته شده بود که من میخواهم در این صحنه شعر خوانم، دانشجوی کورس یکم فلانی فلانی. من در حیرت شدم، گفتم واه، این دانشجوی یکم کورس بینید جرأتش که پیش همین قدر آدم برامده شعر خواندن میخواهد. خود من
در کورس سیوم میخواندم وقتی که استاد ترسونزاده به دانشگاه به نام لیرین بود اون وقت آمدن و از من همچه شاعر جوان یونیورسیت خواهش کرد که برامده شعر خوانم. 3 مصرع شعر خوانده از یادم فراموش کرده. از همون وقت صبح از صحنه فراموده رفته بودم. بعد گفتم این بچه جرأت عجیبی داشته است، ببینیم که همین کی باشد و چی میخواند. گفتم خب برا کسی که باشه. برآمد یک بچه جوان شعر خواند 4 مصرع و رباعی بود است درباره من بود است. میدونید این کی؟ دولت سفر. یک روز به من میگوید که شما خاطرتان هست؟ میگوید انمون بچه‌ای که شعر برامده خوانده بود من فراموش کرده، من انمون بودم میگم شعر برامده خواندگی. حالا میگه من خودم در حیرتم که چخیل من جرأت کردم پیش همینقدر آدم برایم. حالا میگه شرم میکنم برآمدن. بنابر همین 2 لحظه از همون محفل در خاطر من نقش بسته است. نمیرم تا سخنگوی و سخندان مرا یار است. اگر یک لحظه مانم دور از اهل سخن میرم. واقعا من یک انسانی خجسته فالم، خجسته تالیم که مثل شما استاد دارم. شما نمونه مردهای جوانمرد هستید استاد. من فکر میکنم که همیشه در خیالشان، در فضای خیالشان همین محبت، عشق پرپر میزند. من بار یک غزل گفته بودم که جانا کتیبه های دلم را کتاب کن، شهبیت ابروان مرا انتخاب کن. بینی اگر وبال محبت بنازی من، در سوز و سازی ایش تو کار ثواب کن. هرچند تلخ کامم و لب تشنه هوس، هر شب مرا به بوسه شیرین قماب کن. و من گفتم که استاد من در یک جا همین شعر خواندم. یک کس گفت که یک شاعر گفته است که این یعنی شعری برای زن عیب است. من همینه چیکار کنم؟ شما گفتید که نه هیچ عیبی ندارد. و من خواستم که همین خنده کنم، گفتم که به جای بوسه خنده کنم. ولی شما که یک وزن و قافیه را استادش هستید گفتید که نه نمیشه. و یک مقاله درباره من نوشتید که دختره که با کرته چیت قلمی. این در همه جا چاپ شد و همه سوال میداد که استاد عسکر حکیم چرا نگفتن که دختره و یا خانومه، گفتن که دخترکه. من گفتم که استاد اون قدر مهربان هستن که نخواستن که من گوین که من پیر شدم، من زن گوین، من خانوم گوین، من دختر گوین، من دخترک گفتن. که من با شما همیشه فخر میکنم و همه جا شما استاد من هستید. سلامت باشید استاد، زنده باشید. با استاد عسکر حکیم تقریبا هم سبق هستیم. 1 سال پیش از من، این کس که از من 1 سال بزرگتر هستند با سال، 1 سال پیش از من میخوندند. لیکن از دوره دانشجویی آشنایی داشتیم و در مسکو هم در یک وقت گویا بعد دانشگاه هم من هم این کس خدمت حربی بودیم 1 سالی و در مسکو هم در یک وقت تحصیل کردیم. من در انستیتوت ادبیات جهان به نام گورکی، این کس در اسپیرانتور دانشگاه دولتی مسکو. و یک عمر گویا که از من 16-17 سالگی با هم هستیم، با هم کار کردیم در اتفاق نویسندگان. من 8 سال معاون اولی ایشان بودم، ایشان رئیس بودند، رئیس اتفاق. تا امروز هم همکاریم در مجله سخنشناسی. این کس سرمحریر، من کارمند همون مجله هستم. و یعنی که من استاد عسکر رو همچون انسان، همچون رفیق، همچون یک برادر خوب میشناسم، نهایت خوب میشناسم. البته همچون شاعر و همچون منقد هم. بسیار عادت خوبی خاکسارانه دارند که مثلا در اتفاق نویسنده ها با هم کار میکردیم. چیزی که می نوشتند 2 نفر هم خیلی بودند، یکی عسکر حکیم و یکی
مرحوم گلنظر چیزی که می نوشتند حتما با رفیقانشون می خوندند. یک بار فکر اونها رو، عقیده اونها رو گوش می کردند. بنابراین من اون سالها ممکن یکی از خوانندگان و شنوندگان اولی شعرهای استاد عسکر بودم. یعنی که عسکر حکیم در ادبیات شناسی و نقدم هر کاری که می کردند اون کارشان یک تازگی داشت. استفاده کردم از سخنرانی خوب استاد عسکر حکیم و از استادانی که واقعا در اینجا استادانی هستند که استادان طراز اولی تاجیکستان هستند. به هر حال آشنایی من با استاد عسکر حکیم از دوران دانشجویی در ایران بود. به شکل البته اول غیابی بعد حضوری. همانطور که استاد عسکر حکیم یک شخصیت خیلی محبوب در تاجیکستان دارند، در خرد و کلان در تاجیکستان استاد عسکر حکیم را میشناسند. حتی شعرش قلب هزاران مخاطب برون مرزی را نیز تسخیر کرده است. خب ما با استاد عسکر حکیم افغانستان رفته بودیم و جای خوشحالی دارد که ادیبان افغانستان خیلی استقبال کردن از استاد عسکر حکیم. و یک خبر خوش که سال 2021 فکر کنم از طرف یکی از شاعران شهیر ایران به نام دکتر علیرضا قزوه به بنده پیام دادن که اشعار شاعران تاجیکستان را به خط فارسی برگردان کن و برای من بفرست. و من چند شاعر را که خودشان البته انتخاب کرده بودند پیشنهاد کردم و برایشان فرستادم. در هندوستان به نشر رسیدن. یکی از اون مجموعه ها مجموعه آهنگ و باد و باران از استاد عسکر حکیم بودن که اتفاقا بعد از یک سال فکر کنم این مجموعه شعر در یکی از جشنواره های مهم و معتبر ایران برگزیده شدند و این واقعا برای ما یک افتخار هست که شعر تاجیک را در ایران و تاجیکستان در سطح بلند میشناسیم. و هر حال من همیشه افتخار میکنم که از استاد عسکر حکیم آموختم و میآموزم و آینده هم خواهم آموخت. یک سوال دارم استاد. البته شاعر برای شاعر یک فرزند معنویش است. از مقدار اون خیلی زیاد مجموعه های شعری که شما دارید کدام مجموعه شعری شما از نظر شما بهترینش است؟ من در یکی از مجموعه ها هم نوشته بودم که ادیب چاپ کرده بود. من این مجموعه برای من بسیار مهم است و هر چیزی که من در همین مجموعه وارد کردم با من است و چیزی که وارد نکردم دیگر از اونها گذشتم. و همین کتابی به سلام شکوفا هم از همون قبیل هست. بعد همین در 7 جلده‌ای که من نشر کردم جلد یکم و دویمش شعر است. یعنی از اون چیزهایی که پیشتر من نوشتم من 2 جلد جدا کردم و حالا در نشریات ادیب هم 2 جلده کتاب شعر من زیر دستشان است، باید همین سال چاپ شود و اون با شعرهای تازه هم در اونجا وارد شده است که بیشتر به دلم نزدیک هستند. نامه فخر و سپاس به اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان. شاه شاهان کم نبود در روزگار، شاه انسان بود اما کم شمار. کور قلب رودکی را کور کرد، او نشایر کور خود را گور کرد. بردزاد خیش را سلطان بساخت، کو نه فردوسی نه شاهنامه شناخت. شاعر آزاده را او گرد گرد، زیر پای فیل ها میخواست کرد. پشت عینی را
به نام تاج و تخت کرده بود منقیت میر لخت لخت. بوده هم سلطان و شاهان دیگر هر یکی از دیگر خونخوارتر. شاعر در مدح آنان می نمود آفتاب دولتش تابنده بود. آن که میل مدحت شاه نداشت در بساط خود پریکاه نداشت. من نگفتم هیچ گاه مدح پست، هرچه گفتم فخر شاعر بوده است. فخر من بود عزم پابرجای تو، وان جسارت های بی همتای تو. گفتی این تاریخ و این فرهنگ توست، هیچ میدانی که 100 من سنگ توست. فخر دیروز عجم تو بوده ای، روشنی جام جم تو بوده ای. عار باشد زیستن در بندگی، بایدت تسخیر کردن زندگی. بایدت در دهر قد افراختن، خویش را تاجیک تاجیک ساختن. رستم باید شدن، برخیز مرد، جای مردان است میدان نبرد. عرصه ما عرصه عاری بود، عرصه ننگ و وطنداری بود. هر که در این عرصه خیزد مرد اوست، جان فدایان وطن را فرد اوست. خیز خود را شعله گردون بده، هست و بودی خیش را مضمون بده. بس که فردای تو در راغون توست، بینمت شبهایت از آن شعله روست. این زمان رخشیدنت باید چو برق، گر توی دروازه آزاد شرق. قوم بودی ملت باید شدن، ریشه سوزی ذلت باید شدن. خواجه وقت خود و آینده باش، روی پای خویشتن پاینده باش. بعد از این دانستمت جان و جگر، چون توی دیدم وطن را چارگر. چاره ساز جمله درد وطن، از وطنداران ابرمرد وطن. گفته بودم پیشوای ملت دولت تاجیک صاحب دولتی. نام تو با نام تاجیک زنده باد، رمز اقبال وطن پاینده باد.